همه آدما واسه تغییر میان پیش کوچ، میخوان یکی دیگه بشن. اما یک کوچ واقعی میدونه که مهمترین تغییر یه آدم اینه که با خود واقعیش مواجه بشه. خیلی از این که ICF میگه بعد از چند جلسه آموزش کوچینگ، جلسات کوچینگ تو شروع بکن، تعجب میکنه. ماجرا اینه که اگر تو فقط گوش شنوا، پرسشگری و همدلی رو بلد باشی، میتونی برای مراجعینت ارزش آفرینی بکنی. اما ما قراره اینجا در مورد کوچینگ عمیق صحبت بکنیم، جایی که من به عنوان یک کوچ وقتی موضوع مراجعم رو میشنوم، درست ترین و بهترین روی کردی که میتونه بهش کمک بکنه تا یک تغییر اساسی درونش و روی بودنش شکل بگیره رو بهش ارائه بدم تا بتونم اون عمق رو بهش هدیه بدم. من صالح مختاری، کوچ MCC و بنیانگذار گروه کوچینگ و لیدرشپ الهام بخش، شما رو به دیدن این جلسه‌ای که در یوپریم داریم دعوت می‌کنم.